پروردگارا، کسانی که برای محافظت از وطن، محافظت از دولت، از پدر و مادر، برادر و خواهر جان را به حق تسلیم کردند، از خطاهایش بگذر، آخرت آنها را آباد بگردان، قبرشان را پرنور بگردانی. رسمی که شما میبینید محمدالله نام دارد و از ناحیه مومن آباد بود. نوابسته از آنی که 26 سال داشت و جوان بود، جسارت و مردانگی و حس مسئولیت بلند وطنداری و خویشتن‌شناسی در قلبش شعله می‌زد. او در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با انتظام نمونوی به حیث فرمانده، یعنی که کماندیر، ادای وظیفه می‌کرد. در این عمر کوتاه جوانی او حالا هیچ چیز را ندیده بود، حتی به آرزوهای جوانی خویش نرسیده بود. با دختر نیت عائله‌دار شوی داشته است و پدر و مادر برایش دختر نغز دیده اش را فاتحه کرده بودند. نیت داشتند که بعد عید رمضان توی خانه‌دار شویشان را برپا کنند. باید ذکر نمایم که ماه قبل محمدالله رتبه حربی گرفته بوده است. او در عائله دهقان به نان حلال به کمال رسیده بود، ولی افسوس زیاد که او از تیر دشمنان وطن سنه 29 اپریل سال 2021 در راه دفاع از این میهن، از این سرزمین جان خویش را قربان کرد. انشاءالله جایشان بهشت است. او در راه وطن و برای حفظ وطن جانش را سپر کرد. ملت و وطن، شما شاهدان شجاع را هیچگاه فراموش نمی کند. امروز پدر و مادر و دادرانش برای او می سوزند و می گریند. ما به اهل پیوندان شهید راه وطن صبر جمیل خواهانیم. نفرت به دشمنان و نفرت به جنگ اندازان، هزار نفرت. همسایه کشور ما خوب در خاطر گیرد که جنگ عاقبت خوب ندارد، ولی اگر لازم شود ما جوانان صادق تاجیکستان اگر 100 جان داشته باشیم فدای این سرزمین و این میهن میکنیم. بگذار پروردگار وطن ما را از هر آفتهای زمین و آسمانی در پناهش نگه بدارد و باز هم قوت توانایی داشتن این جنگ را برایمان نصیب گرداند. انشاءالله ما هیچگاه پس نرفتیم و پس نخواهیم شد. تاجیکستان به پیش.